اسمم امیرحسینه، 17 ساله. 3 ماه دیگه کنکور دارم و این تنها چیزیه که باعث میشه شبها تا صبح بیدار بمونم و با چشای قرمز توی کتابا غرق بشم. توی خونمون همیشه یه صدای مشترک میپیچه. صدای ورق زدن من و صدای آه کشیدن مامان از آشپزخونه. بابا وقتی من 10 سالم بود رفت. نه اینکه بمیره، نه. یه روز رفت سر کار و دیگه برنگشت. فقط یه نامه گذاشت و که توش نوشته بود خسته شدم. از چی، از کی، هیچ وقت نفهمیدیم. مامان اون روز تا شب گریه کرد و از فرداش تبدیل شد به یه آدم دیگه. انگار یه شب پیر شد. خونمون یه آپارتمان کوچیکه تو حاشیه شهر. پنجرمون رو به ساختمون نیمه کاراییه که چند سال متروکه مونده. همیشه وقتی از درس خسته میشم به اون دیوارای سیمانی نگاه میکنم و با خودم میگم این خونه من نیست، من یه روز از اینجا میرم. مشکل اینه که برای رفتن فقط رویا کافی نیست. کنکور باید خوب باشه، رتبه باید خوب باشه، پول باید باشه. و ما پول نداریم. مامان توی یه سالن آرایش کوچیک کار میکنه. از صبح تا شب سر پا. دستاش ترک خورده و گاهی شبها میبینم که پنهونی به انگشتاش کرم میزنه و فوت میکنه که نسوزه. همیشه میگه امیر تو فقط درستو بخون، آینده‌تو بساز. اما من میدونم این حرفا راحت گفته میشن وقتی اجاره خونه عقب افتاده، وقتی دفتر تمرین ریاضی تموم شده و باید با ته مدادای کوتاه بنویسم. اون شب مثل همیشه پشت میز نشسته بودم و تست میزدم. ساعت 2:15 شب بود که صدای در آشپزخونه اومد. مامان فکر میکرد خوابم. در رو آروم بست و رفت بیرون. کنجکاو شدم. از لای پرده نگاه کردم. با یه روسری تیره و یه کیف قدیمی از خونه زد بیرون. یه لحظه قلبم ریخت پایین. نصف شب مامانم کجا میرفت؟ تلفنمو برداشتم و بی صدا دنبالش رفتم. کوچه تاریک بود و صدای کفشاش روی آسفالت میپیچید. با هر قدم 1000 تا فکر میومد تو سرم. شاید بدهی داریم، شاید داره میره قرض بگیره، شاید مریضه و نمیخواد من بفهمم. سر کوچه یه ماشین مشکی وایساده بود. چراغای جلو خاموش بود. مامان به سمتش رفت. قلبم داشت میزد تو گلوم. در عقب ماشین باز شد. مامان سوار شد و ماشین حرکت کرد. همونجا خشکم زد. سرما تا مغزم رفت. زانوام شل شده بودن. مامان من نصف شب سواره ماشین ناشناس. برگشتم خونه با دستای لرزون. تمام شب نتونستم بخوابم. 1000 تا تصویر از ذهنم رد شد. فرداش صبح مامان با همون لبخند خستش از آشپزخونه صدام زد. امیر، صبحانه حاضره. نگاهش کردم. همون مامان همیشگی بود. اما دیگه نمیتونستم عادی باشم. توی چشمام سوال بود و توی چشمای اون یه راز. اون روز وقتی داشتم کتاب تاریخ رو ورق می‌زدم، یه چیز تو ذهنم چرخید. مامان داره برای من کاری میکنه. کاری که حتی جرأت گفتنش رو نداره. اون روز مدرسه نرفتم. دروغ گفتم که حالم بده. مامان نگاهی کرد. یه لحظه مکث کرد ولی چیزی نگفت. انگار خودش هم خسته تر از همیشه بود. بعد از صبحانه نشست روبروم. دستاش روی میز بود. ترک‌های روی انگشتاش مثل خطای یه نقشه بودن. نقشه زندگی که هیچ وقت راحت نبوده. گفتم مامان دیشب کجا رفتی؟ یه لحظه سرش تکون خورد. حتی نفسش هم قطع شد. بعد با لبخند زورکی گفت چی میگی امیر؟ خواب میدیدی؟ چشماش اما لو داد. اون نگاه دروغ رو میشناسم. از وقتی بابا رفت 1000 بار این نگاه رو دیدم. وقتی میخواست جلوی من قوی باشه. همونجا چیزی تو دلم شکست. فهمیدم یه چیزی هست. یه چیزی که مامان نمیخواد من بدونم. روزای بعد همه چیز عادی بود. ولی برای من هیچ چیز عادی نبود. شبها بیدار میموندم و به صدای پاهای مامان گوش میدادم. 3 شب بعد دوباره همون صدا. همون در آهسته. همون کیف قدیمی. این بار آماده بودم. آروم دنبالش رفتم. کوچه تاریک، هوای سرد، قلبی که دیگه داشت گوشامو کر می کرد. همون ماشین مشکی دوباره گوشه کوچه بود. مامان رفت، نشست عقب. ماشین راه افتاد. دیگه نتونستم بایستم. دویدم سمت خیابون، تاکسی گرفتم و با فاصله تعقیبشون کردم.
ماشین از محله ما رد شد، رفت سمت مرکز شهر. قلبم تو گلوم بود. وقتی جلوی ساختمون ایستادن خشکم زد. یه خونه قدیمی با پرده‌های ضخیم، چراغای کم نور. مامان پیاده شد و رفت داخل. راننده گفت پسر جون کجا میخوای بری؟ صدام لرزید. همینجا وایسا. 20 دقیقه بعد مامان بیرون اومد. نگاهش پایین بود، قدماش سنگین. ماشین اومد دنبالش، سوار شد و رفت. اون شب وقتی برگشت خونه من خودمو زدم به خواب. ولی توی تاریکی اتاقم صدای گریه بی صدای مامان از آشپزخونه می اومد. همون لحظه فهمیدم هر کاری که میکنه داره روحشو تیکه تیکه میکنه و برای منه. فرداش تصمیم گرفتم یه بار برای همیشه بفهمم. رفتم پشت سر مامان وقتی از سالن آرایش بیرون اومد. دیدم به یه کوچه خلوت پیچید. یه مرد میان سال با کت خاکستری جلوش وایساد. مامان پولی بهش داد، مرد یه پاکت سفید بهش داد و رفت. رفتم سمت مامان. وقتی برگشت و منو دید پاکت از دستش افتاد. نگاهش، اون نگاهو هیچ وقت یادم نمیره. پر از ترس، پر از التماس، پر از عشق. امیر، چرا دنبالم اومدی؟ به پاکت روی زمین نگاه کردم. گوشش باز شده بود، داخلش پول بود. اسکناس‌های تا خورده. با صدای بریده پرسیدم مامان برای این پول چی کار میکنی؟ اشکاش قبل از حرفاش اومدن. نشست روی زمین همون وسط کوته و گفت من فقط میخواستم تو رویاهاتو داشته باشی، حتی اگه من همه چیمو از دست بدم. اون لحظه فهمیدم زندگی ما دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشه. شب خونه ساکت‌تر از همیشه بود. حتی صدای یخچال هم به گوشم نمی رسید. مامان توی اتاق خودش بود و من توی آشپزخونه نشسته بودم با یه پاکت پول روی میز. اون پاکتی که از دستش افتاده بود. هنوز دستام می لرزید. صدای در اتاق اومد. مامان با چشمای پف کرده اومد بیرون. روبروم نشست. هیچ کدوم حرفی نزدیم. بعد از چند دقیقه سکوت خودش آروم گفت امیر، نمیخواستم بفهمی. چی رو؟ اینکه نصف شب میری، که پول میاری، که گلوم گرفت، که خودتو میشکنی. یه نفس عمیق کشید. انگار بعد از سالها داشت باری رو زمین میذاشت. اون مرد دلال نیست، نزولخوار نیست، صاحب یه خونه قدیمیه. ازم خواست برم اونجا مراقب مادر پیرش باشم. شبها وقتی همه خوابن. خشم زد. یعنی تو این همه وقت نصف شب میری کار میکنی؟ لبخند تلخی زد. امیر، تو کنکور داری، کلاس میخواستی، کتاب میخواستی. من با اون حقوق آرایشگاه حتی اجاره خونمونم به زور میدادم. مجبور شدم. قرارداد بستم که شبها تا صبح از اون پیرزن مراقبت کنم. یه چیزی تو گلوم پیچید. تصویر مامانم افتاد جلوی چشمام. همون زنی که صبح تا شب توی سالن آرایش کار میکرد، بعد نصف شبها تا صبح از یه پیرزن مراقبت میکرد، فقط برای اینکه من بتونم پشت همین میز بشینم و تست بزنم. اشک از چشمام ریخت. مامان، چرا نگفتی؟ چرا به من نگفتی؟ دستامو گرفت. دستایی که حالا بیشتر شبیه دستای یه کارگر بودن تا یه زن. چون نمیخواستم حس کنی بدهکار منی. چون این زندگی امیر. مادر که باشی یاد میگیری حتی نفس کشیدنتم رو بدی به بچت. ولی هیچ وقت نذاری بفهمه چه بهایی دادی. سرم افتاد روی شونش. اولین بار بود بعد از سالها بغلش کردم. اون شب نه من تست زدم نه مامان رفت سر کار. فقط نشستیم، سکوت کردیم، اشک ریختیم. صبح روی میز آشپزخونه هنوز اون پاکت پول بود. کنارش یه برگه که با خط مامان نوشته بود این پول برای تو نیست، برای رویاهاته. همون روز فهمیدم که هر رتبه‌ای بیارم، هر دانشگاهی برم، حتی اگه یه روز میلیونر بشم، هیچ وقت نمیتونم دینی رو که به مامان دارم پس بدم. صبح اون روز وقتی از خواب بیدار شدم حس کردم دیگه همون آدم دیشب نیستم.
انگار توی یه شب چند سال بزرگتر شدم. مامان هنوز خواب بود. رفتم توی آشپزخونه. پاکت پول و اون یادداشت هنوز روی میز بود. به خط مامان نگاه کردم، لرزیدم. اون نوشته کوتاه بیشتر از هر حرفی قلبمو لرزوند. کتاب تستم رو باز کردم ولی ذهنم هیچ سمتی جز مامان نمی رفت. صدای پاش اومد. وقتی وارد آشپزخونه شد، لبخند زد ولی چشمهاش لو داد که شب سختی رو گذرونده. هنوزم خسته بود اما نگاهش مهربونتر از همیشه. گفتم مامان، دیشب بهت قول ندادم ولی الان میدم. هر رتبه‌ای که بیارم، هر دانشگاهی که برم، هیچ وقت نمیذارم این زحمت‌ها بیهوده بمونه. لبخند زد اما اشک تو چشماش جمع شد. امیر، تو فقط خوشحال باش، حتی اگه دانشگاه نری، حتی اگه رتبه نشه، فقط خوشحال باش، همین. اون جمله رو هیچ وقت فراموش نکردم. برای اولین بار فهمیدم مامان برای من آینده نمیخواست، خوشبختی میخواست. اون روز عصر تصمیم گرفتم باهاش برم سر اون کاری که شبها میکرد. اولش مخالفت کرد، اما انقدر اصرار کردم که قبول کرد. ساعت 12 شب با هم راه افتادیم. وقتی رسیدیم، خونه قدیمی با چراغای زرد و پرده‌های ضخیم مثل یه تصویر از گذشته بود. داخل خونه بوی کهنگی می اومد. پیرزنی لاغر و سفید پوست روی تخت خوابیده بود. مامان آروم پتوش رو مرتب کرد، دستشو گرفت، انگار داره با یه بچه رفتار میکنه. برگشت سمتم و با صدای آروم گفت: این زن یه روز مادر بوده، الان کسی رو نداره. من مراقبشم چون یه روز ممکنه منم مثل اون بشم و تو نباشی. اون لحظه بغض گلوم رو گرفت. نه فقط برای مامان، برای همه چیز. برای زنی که سالها خودش رو فراموش کرده بود تا منو یادش باشه. برگشتیم خونه نزدیک صبح. مامان گفت: امیر، هیچ کس تو دنیا نمیفهمه که مادر بودن یعنی چی تا وقتی خودش مادر نشه. ولی تو دیشب فهمیدی. روی میز آشپزخونه پاکت پول رو گذاشتم سر جاش. کنارش یه برگه گذاشتم که روش نوشتم: مامان، این پول برای من نیست، برای توه، برای نفس هات. اون صبح وقتی مامان یادداشت رو دید فقط نشست و اشک ریخت. هیچ کدوم چیزی نگفتیم، لازم نبود. بین من و مامان یه چیزی عوض شده بود. دیگه نه فقط پسر و مادر بلکه رفیق شده بودیم. 3 هفته مونده به کنکور. هر روز که تقویم رو ورق می زدم یه تیکه از قلبم می افتاد. فشار درس، اضطراب آینده و حالا باری که از راز مامان روی دوشم افتاده بود. صبحها زودتر بیدار می شدم قبل از اینکه مامان از خواب بلند شه. می خواستم اون لحظه‌ای که هنوز نفسش عمیقه و نگرانی‌هاش پشت پلکاش پنهونه رو ببینم. توی خواب شبیه زنی بود که هیچ وقت درد نکشیده. زنی که هنوز جوونه. اون روز تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم. وقتی داشت توی آشپزخونه ظرف می‌شست، پشت سرش گفتم: مامان، دیگه لازم نیست بری اونجا. برگشت، یه قطره آب از لبه انگشتاش چکید. چی میگی؟ میگم لازم نیست خودتو اینطوری خسته کنی. من میتونم کار کنم، حتی اگه کنکور عقب بیفته. یه لبخند زد، اما تو نگاهش یه چیزی بین غرور و اندوه بود. امیر، این کارو نمی‌کنم که تو بری دانشگاه. این کارو می‌کنم که بدونی من پشتت ایستادم. هر کاری که بخوای تو زندگیت بکنی، باید بدونی یکی هست که تا ته دنیا پشتته. اون جمله رو با لرزش صدا گفت، اما مثل پتک خورد به قلبم. همون شب دوباره باهاش رفتم سر اون خونه. پیرزن خواب بود. مامان آروم پتو رو کشید روی شونش. کنار تخت نشست. بهش نگاه کردم. اونجا بود که فهمیدم این زن فقط مادر من نیست. مادر بودن یه شغل نیست، یه هویته. چیزی که از گوشت و خون جدا نمیشه. وقتی برگشتیم توی کوچه به مامان گفتم: مامان، من قول میدم یه روز کاری کنم که دیگه هیچ وقت مجبور نشی اینطوری زندگی کنی. ایستاد، دستمو گرفت. امیر، خوشبختی من این نیست که تو پول دارشی. خوشبختی من اینه که وقتی یه روز به گذشته نگاه میکنی بگی: مامان، من زندگی کردم. همین. اون شب وقتی پشت میز نشستم
برای اولین بار تست هام رو با اشک زدم. نه از ترس کنکور، نه از اضطراب آینده، از عشقی که حالا روی شونه هام بود. اما ته دلم یه تصمیم گرفتم. یه تصمیمی که حتی به مامان نگفتم. اگه قبول بشم، اگه یه روز آدم بزرگی بشم، اولین کاری که میکنم اینه که مامانم دیگه حتی یه شب مجبور نباشه از خوابش بزنه. همون شب روی دفترم نوشتم کنکور من برای رتبه نیست، برای آزادی مامانه. 3 روز مونده به کنکور. خونه ساکت تر از همیشه بود. حتی رادیویی که مامان گاهی روشن می‌کرد خاموش بود. روی میز آشپزخونه فقط یه استکان چای بخار می‌کرد. مامانم از صبح زود رفته بود سر کار و یادداشتی گذاشته بود. امیر، امروز فقط نفس بکش، بقیه‌اش مهم نیست. اون جمله مثل یه مرهم بود ولی سنگینیش رو حس می‌کردم. انگار مامان می‌خواست بهم یادآوری کنه که زندگی فقط نمره و رتبه نیست، اما خودش بهتر از هر کسی می‌دونست که همین رتبه قرار سرنوشت منو عوض کنه. اون روز نتونستم درست درس بخونم نه بخوابم. شب که مامان برگشت، صورتش خسته بود اما لبخند همیشگی روی لبهاش بود. نشست روبروم. دستای زبرش رو گذاشت روی میز و گفت امیر، استرس داری؟ یه لحظه خواستم قوی باشم ولی بغض گلوم رو گرفت. سرمو تکون دادم. آره مامان، میترسم همه چی رو خراب کنم. آروم دستمو گرفت. خراب هم بکنی دنیا تموم نمیشه. خراب هم بکنی من هنوز بهت افتخار میکنم. اون جمله رو که گفت اشکم بی اختیار ریخت. نه به خاطر کنکور، نه به خاطر ترس، به خاطر اینکه فهمیدم هیچ چیز تو دنیا نمیتونه عشق یه مادر رو مشروط کنه. اون شب خوابم نمی برد. نیمه شب از اتاق اومدم بیرون. چراغ آشپزخونه روشن بود. مامان پشت میز نشسته بود و داشت یه دفتر قدیمی رو ورق میزد. آروم رفتم جلو. وقتی متوجه من شد، سری دفتر رو بست ولی دیر شده بود. گوشه یکی از صفحه ها رو دیدم. امیر 4 ساله شد. قول میدم هیچ وقت نذارم حس کنه تنهاست. روی صندلی نشستم. مامان خندید اما چشماش خیس بود. این دفتر از وقتی بابات رفت هر شب نوشتم. همه ی ترس هام، همه ی آرزوهام، همه چیزایی که نمیتونستم بهت بگم. اون لحظه دلم میخواست کل دنیا رو متوقف کنم. نه برای کنکور، نه برای آینده. فقط برای اینکه این زن رو بغل کنم و بهش بگم مامان، تو قوی ترین آدم دنیایی. اون شب فهمیدم کنکور فقط یه امتحان نیست. امتحان واقعی توی همین آشپزخونه بود، روی همین میز، کنار همین زن. صبح کنکور هوا عجیب ساکت بود. انگار کل شهر نفسشو حبس کرده بود. مامان از 5 صبح بیدار شده بود. بوی چای و نون تست توی خونه پیچیده بود. روی میز آشپزخونه یه بشقاب تخم مرغ، یه لیوان شیر و یه یادداشت گذاشته بود. امیر، امروز امتحان زندگی نیست، امتحان قلبته. هرچی باشی، من همیشه بهت افتخار میکنم. یادداشت مثل همیشه با خط لرزونش بود، همون خطی که انگار بین هر کلمه یه آه کشیده شده. مامان توی راه چیزی نمی گفت، فقط دستمو گرفته بود. وقتی رسیدیم جلوی حوضه ایستاد. نگاهش کردم. اون چشمهای خسته پر از امید بودند. امیر، هر چی بشه یادت باشه این فقط یه روزه. زندگی تو با یه برگه تعریف نمیشه. گفتم مامان، قول میدم سرتو بالا بگیرم. نه فقط امروز، همیشه. اشک تو چشماش جمع شد. بوسیدم دستش و رفتم داخل. جلسه امتحان شبیه یه دنیای دیگه بود. صدای ورق خوردن، مدادای روی کاغذ. ولی برای من فقط یه تصویر تو ذهنم بود. مامان روی صندلی آشپزخونه با دستای ترک خورده، با چشمهایی که سالها نخوابیدن، با عشقی که هیچ سقفی نداره. سوال اولو که دیدم بغض کردم. نه به خاطر سختی سوال، به خاطر اینکه فهمیدم من برای خودم نمی نویسم. هر عدد، هر تست، هر خط هدیه‌ای بود به زنی که همه چیزشو داد تا من امروز اینجا باشم. 4 ساعت گذشت مثل برق
وقتی از سالن اومدم بیرون، مامان جلوی در ایستاده بود. چشمام پر از اشک شد. دویدم سمتش. چطور بود؟ لبخند زدم وسط اشک‌هام. سخت بود، ولی مامان، حس می‌کنم بردم. بهم نگاه کرد، آروم دستمو گرفت. تو از همون لحظه‌ای که تلاش کردی بردی. نتیجه مهم نیست. تو از دیشب، از اون روزی که فهمیدی زندگی یعنی چی، برنده شدی. اون روز توی آفتاب داغ تابستون با مامان دست توی دست برگشتیم خونه. برای اولین بار بعد از سالها حس کردم سبک شدم. روی میز آشپزخونه همون پاکت پول بود. مامان نگهش داشته بود. کنار پاکت دفترچه قدیمیش رو گذاشته بود. بازش کردم. روی آخرین صفحه نوشته بود: امیر امروز کنکور داد. مهم نیست چی میشه. مهم اینه که فهمیدیم زندگی یعنی دوست داشتن بی قید و شرطه. روزهای بعد از کنکور مثل یه برزخ بود. نمیشد نفس راحت کشید، نمیشد کاری کرد جز صبر کردن. خونه پر از سکوت بود. حتی صدای تست زدن من که همیشه توی خونه میپیچید دیگه نبود. مامان مثل همیشه میرفت سر کار، ولی وقتی برمیگشت نگاهش فرق کرده بود. انگار سبکتر شده بود، شاید چون میدید فشار درس و آزمون از روی شونه هام برداشته شده. یه شب وقتی داشتیم شام میخوردیم گفتم: مامان، دیگه لازم نیست شبها بری اون خونه. یه لحظه مکث کرد. امیر، هنوز اجاره خونه رو باید بدیم. من میتونم کار کنم. حتی اگه نتایج بیاد و قبول شده باشم میتونم کار کنم. دیگه نمیخوام تو اینطوری خودتو بسوزونی. چنگالشو گذاشت روی میز، لبخند زد، اما اشک تو چشماش جمع شد. امیر، تو فکر میکنی این چند ماه فقط برای پول بود؟ من رفتم اونجا تا یادت بمونه آدم برای عشقش هر کاری میکنه، حتی اگه سخت باشه. اون شب برای اولین بار مامان دفتر قدیمیشو آورد و گذاشت وسط میز آشپزخونه. امیر، این دفتر همه زندگی منه، همه ترس‌ها، همه آرزوهام. یه روزی که بزرگ شدی کامل بخونش، ولی الان فقط این صفحه رو نگاه کن. بازش کرد. روی صفحه نوشته بود: امیر 6 ساله شد. قول میدم هر کاری بکنم تا یه روز دستامو بگیره و بگه مامان، من برات زندگی کردم. وقتی اون جمله رو خوندم دیگه نتونستم خودمو نگه دارم. اشک‌هام روی دفتر مامان چکید. دستشو گرفتم و گفتم: مامان، از امروز نوبت منه که برای تو زندگی کنم. اون شب روی میز آشپزخونه دیگه خبری از پاکت پول نبود. مامان پاکت رو برداشت و گفت: اینو نگه داشتم که یه روز با هم برای آینده خرج کنیم، نه برای اجاره خونه. سایت اعلام نتایج از صبح کند بود. هر بار که کد داوطلبی رو وارد می‌کردم صفحه لود نمی‌شد. مامان پشت سرم ایستاده بود، دستش روی شونم. حس می‌کردم دستش از من بیشتر می‌لرزه. گفتم: مامان، اگه قبول نشده باشم؟ آروم گفت: اگه قبول نشده باشی بازم پسرمی، بازم زندگی می‌کنیم. بالاخره صفحه باز شد. قلبم تو گلوم بود. عدد رتبه رو که دیدم یه لحظه حس کردم دنیا ایستاد. رتبه‌ای بود که میتونست زندگی رو عوض کنه. مامان اول نگاهم کرد، بعد صفحه رو. دستشو گذاشت روی دهنش و اشک تو چشمهاش دم شد. امیر، تو؟ نتونستم چیزی بگم. فقط بغلش کردم. اون بغض چند ماهه، چند ساله همونجا ترکید. مامان زیر گوشم گفت: میدونی این رتبه یعنی چی؟ یعنی تمام اون شبها، تمام اون کارا، تمام اشکام ارزش داشت. همون شب روی میز آشپزخونه نشستیم. مامان پاکت پول رو آورد، بازش کرد. امیر، این اولین قسط خوشبختی توه. لبخند زدم. نه مامان، این اولین قسط آزادی توه. دفتر قدیمیشو آورد. روی آخرین صفحه با دستای لرزونش نوشت: امیر قبول شد، ولی مهمتر از اون ما با هم قبول شدیم. اون شب فهمیدم کنکور فقط یه امتحان نبود. امتحان واقعی رو ما با هم دادیم. امتحان عشق، فداکاری و خانواده. روز ثبت نام دانشگاه هوای پاییز خنک بود. مامان کنارم راه میرفت. دستش توی جیب مانتوش بود. اما من میدونستم اون دستای پینه بسته از هیجان میلرزه.
وقتی رسیدیم جلوی در اصلی ایستادم. به ساختمون نگاه کردم و بعد به مامان. گفتم یادت میاد چی گفتم؟ گفتم یه روز کاری میکنم که دیگه هیچ وقت مجبور نشی شبها خودتو بسوزونی. لبخند زد. همون لبخند خسته‌ای که حالا پر از غرور بود. امیر، تو همین الان این کار رو کردی. ثبت نام که تموم شد برگشتیم خونه. میز آشپزخونه مثل همیشه منتظر ما بود. دفتر قدیمی مامان وسط میز بود. خودش آورد بازش کرد و گفت امیر، میخوام آخرین صفحش رو تو بنویسی. قلم رو گرفتم. دستام لرزید. روی کاغذ نوشتم مامان، امروز اولین روز دانشگاه بود. ولی مهمتر از اون اولین روزیه که میتونم بگم زندگیمون از نو شروع شد. این بار نوبت منه که مراقب تو باشم. وقتی مامان نوشتم و خوند، اشکاش روی صفحه افتاد. دفتر رو بست و محکم بغل گرفت. امیر، زندگی همیشه سخت میمونه. ولی وقتی آدم تنها نباشه، دیگه سختیش ترسناک نیست. اون شب روی میز آشپزخونه دیگه نه پاکت پول بود، نه دفتر اشک خورده. فقط 2 دست بود گره خورده به هم. و من همونجا فهمیدم. کنکور تموم شد. امتحان زندگی هنوز ادامه داره. ولی این بار با هم می نویسیمش.